یه گروه حمایتی برای خانم‌های فارسی زبان داریم که هر چهارشنبه ساعت 4 تا 6 توی زوم برگزار میشه. توی این دوره همی آنلاین ما با هم بحث و تبادل نظر میکنیم و به هم کمک میکنیم تا با حمایت عاطفی که از همدیگه دریافتیم و تجربیاتی که به اشتراک میذاریم بتونیم به خودآگاهی بیشتری برسیم و حالمون بهتر بشه و اون احساس تنهایی که اول مهاجرت سراغمون میاد کمتر بشه. و موضوعی که معمولا راجبش بحث صورت میگیره موضوعی مثل خودمراقبتی، افزایش اعتماد به نفس، بهبود روابط و یا موضوعاتی مثل مدیریت چالش‌های زندگی و مدیریت استرس هستش. اگر دوست دارین که توی این گروه شرکت داشته باشین لطفاً به ما پیغام بدین تا بتونیم در کنار هم این گروه رو برگزار